این طلبشویی خدا رو شکر اپراتیش به انجام رسید. انشالله که خیلی نیکی انجام گرفته. خدا رو شکر. طلبشو مقیموف برادری ما در قرغانتپه بودن. ما روز تویش هم خونهشون رفته گیم با کدام ایدی هم خونهشون دعوت کرده بود رفته بودیم در خونهشون. یک پیانینه سفیدی کلام بود. پیانینه را مقصد یک اویله بدن که اویله همون دور و زمان خودشون یک اویله زیایی بگیم هم خطا نمیکنیم. اویله زیایی بدن. ای روی دیدیم و خونه هاشون چقدر بر هوا و کلون خوش رو بود. خیلی دوست عزیزی ما امروز بیمار شدن، یعنی که جراحی کردن پای خود رو. انشالله که در این روز جمعه همه کسا سرجم دعا میکنیم که شفای کامل شد تو کنن. و سالهای زیاد در از وقتی که سفینه کشوده شوی سفینه خودی حاضر باریم به خاطریم هست. کشوده شوی سفینه و ما یک برنامه داشتیم، برنامه مخلص ها. بزم جوانی در شبکه یکم بود. وقتی که سفینه رو کشوده کردن به مثل همون بزم جوانی در سفینه برنامه مخلص ها شد. هم خیلی برنامه بود. و بعدان از کجایی که طلبشو مقیموف با فکرم که از تیوی 5 ولایت ختلان، از تلویزیون تیوی 5 بود یا که نمیدونم از تلویزیون ختلان بود، پیدا شده اومد در دوشنبه. خیلی کارنمایی کرد در تلویزیون سفینه. و راستی که ما در خدمت مادر وطن بودیم که کینو فیلم به نوار گرفتن سر کردن، کینو فیلمو برآوردن. خیلی خلاصه در صنعت، در ساحه خودش، در رفتی کاری خودش خیلی کارنمایی کرد. یک برنامه داشت از تمام اینجا میرفتن لیلی و مجنون هم میورده که نام برنامهش چی بود فراموش کردم. یک برنامه خوب داشت، پیمان بود. خلاصه همه با دعا باشید در حقش. برادر خداوند شفای کاملش بده. خیلی زندگی در آدمای با عقل، آدمای با سواد، آدمای مفکوره میخوان که زندگیشون رو پیش ببرن، چی در وطن باشن چی در کجایی که باشن، و فکر زندگیشون دارن و فکر وطن دارن و فکر آبادی وطن و فکر عائله خودشون میکنن. این زمان در امریکا هستن، میروان تاجیکستان، میروان امریکا، خیلی زندگیشون رو پیش میبرن. همه با دعا باشیم خداوند بزرگ شفای کامل عطا کنه. ایروی شنیدی ما پاچه‌هاش چند سال درد میکنه، همون رو جراحی کردیم. خیلی خداوند شفاش بده. زنده و سربلند باشین مردم سربلند تاجیک.